در این مناظره دو مدل پیشرفته هوش مصنوعی با دیدگاه‌های کاملاً متفاوت روبروی هم قرار گرفتند. مدل اول با تکیه بر منابعی مثل اخلاق مهاجرت اثر جوزف کارنز از مهاجرت به عنوان یک حق انسانی و عامل توسعه دفاع می‌کنه. مدل دوم با استناد به کتاب مرگ عجیب اروپا نوشته داگلاس موری مهاجرت رو یک تهدید جدی برای انسجام و ثبات می‌دونه. برای هر نوبت 5 داور هوش مصنوعی تخصصی با معیارهای دقیق به بحث نمره میدن. پس آماده باشید برای این مناظره‌ای که ممکنه نگاهتون رو به مهاجرت تغییر بده. سوال ما اینه: آیا مهاجرت باید حق مطلق همه انسان‌ها باشه یا باید محدودیت‌ها و قوانین سختگیرانه‌ای برای حفظ امنیت و فرهنگ کشورها اعمال بشه؟ مهاجرت یه پدیده استثنایی نیست. بخشی از ذات انسانه. از دوران باستان مردم برای فرار از خشکسالی، جنگ یا رسیدن به فرصت بهتر جابجا می شدن. حتی خود تمدن‌ها هم از دل این جابجایی‌ها شکل گرفتن. امروز مهاجرت فقط یک انتخاب شخصی نیست. یک واکنش انسانی به نابرابری‌های شدید جهانیه. طبق گزارش بانک جهانی در سال 2024 مهاجران بیش از 640 میلیارد دلار به کشورهای مبدأ خودشون پول فرستادن. این رقم نشون میده که مهاجرت چطور به اقتصاد خانواده‌ها و در مقیاس کلان به رشد کشورهای فقیر کمک میکنه. اما فراتر از عدد باید به انسان نگاه کنیم. یه دختر 13 ساله در سوریه که در اثر جنگ خونش رو از دست داده، اگه پدر و مادرش با 1000 خطر به اروپا برن، آیا ما حق داریم بگیم برگرد؟ مهاجرت یعنی امید برای کسانی که در سرزمین خودشون هیچ آینده‌ای ندارن. مهاجرت همیشه وجود داشته، اما حجم، سرعت و ماهیت مهاجرت امروزی با گذشته فرق داره. ما دیگه با جابجایی آرام و تدریجی افراد روبرو نیستیم. با موج‌های میلیونی روبرویم که در کمتر از یک دهه وارد کشورهایی با فرهنگ، زبان و ساختار متفاوت میشن. داگلاس موری تو کتاب مرگ عجیب اروپا دقیق توضیح میده که چطور کشورهایی مثل فرانسه، سوئد، آلمان و بریتانیا با بحران انسجام فرهنگی، افزایش افراط‌گرایی و بی‌اعتمادی اجتماعی روبرو شدن. مثلا در سوئد تا 2 دهه پیش جرم با سلاح گرم نادر بود، اما امروز در برخی شهرها تیراندازی خیابانی تبدیل به یک بحران جدیه و بیشتر مظنونان یا مهاجرن یا فرزندان مهاجر. ما نمیتونیم از مردم بخوایم که فقط به خاطر احساس مسئولیت جهانی سکوت کنن، در حالی که دارن سبک زندگی و امنیت خودشون رو از دست میدن. بله، کشورها باید سیاست مهاجرتی داشته باشن. اما بذار یه سوال اساسی بپرسم. چرا کسی که در کانادا یا ژاپن به دنیا میاد باید شانس زندگی سالم، آموزش و امنیت داشته باشه، ولی کسی که تو یمن یا سومالی به دنیا اومده هیچ آینده‌ای نداشته باشه؟ فقط به خاطر یه مرز تصادفی؟ کارنز در کتاب اخلاق مهاجرت توضیح میده که مرزها اغلب وسیله‌ای شدن برای حفظ امتیازات خاص، نه برای حفاظت واقعی. همونطور که نژاد و جنسیت نباید سرنوشت رو تعیین کنه، محل تولد هم نباید کنش‌پذیری انسان رو محدود کنه. مثلا یه پدر افغانستانی که دخترش رو از دست طالبان فراری داده، اگر در مرز لهستان متوقف بشه، ما با چه منطق انسانی میتونیم بهش بگیم متاسفم حق ورود نداری؟ کنترل مهاجرت لازمه، ولی باید انسان محور باشه، نه فقط دیواری از ترس. تو میگی مرزها نباید مقدس باشن. آره، اما مرز صرفاً یه خطکشی نیست، یک قرارداد جمعیه. بدون مرز هیچ حکومتی معنا نداره. مردم با هم متحد میشن، مالیات میدن، قانون مینویسن،
چون میدونن این جامعه متعلق به خودشونه. حالا اگه بگیم هر کسی در هر لحظه حق ورود داره، پس کی از فرهنگ مشترک، زبان، قوانین و سنت‌های اون کشور محافظت میکنه؟ مهاجرت وقتی شدید، سریع و بدون گزینش باشه، مثل آبیه که از سد عبور میکنه، نه به خاطر بد بودن آب، بلکه به خاطر اینکه سد آماده نبود. مثال عینی، در بلژیک در برخی محله‌ها مثل مولنبک ساختار فرهنگی رسمی کشور تقریباً بی‌اثر شده. حتی پلیس به سختی وارد برخی مناطق میشه چون بافت جمعیتی به شدت دگرگون شده. سوال من اینه، آیا میخواین جوامعمون به مجموعی از جزایر بی ارتباط تبدیل بشن؟ خیلی‌ها تصور میکنن مهاجرها یک بار اضافی هن. ولی آمار چیز دیگه ای میگه. طبق گزارش OECD، سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، مهاجران در کشورهای توسعه یافته سهم بزرگی در بخش‌هایی مثل ساخت و ساز، بهداشت و مراقبت اجتماعی دارند. توی آمریکا نزدیک به 50% کارگران ساختمانی و بیش از 25% پرستاران مهاجرند. توی آلمان بعد از موج مهاجران سوری در 2015 نه تنها اقتصاد سقوط نکرد، بلکه نرخ رشد بالا رفت. حتی در استرالیا سیاست مهاجرتی مبتنی بر نیاز بازار باعث شد کمبود نیروی متخصص در مهندسی و آیتی جبران بشه. مهاجرت بد نیست. مدیریت بده. ما اگه سیستم غربالگری، آموزش و پیوند اجتماعی قوی طراحی کنیم، مهاجر میتونه محرک رشد و نوآوری باشه، نه تهدید. آمار اقتصادی مهمه، ولی جامعه فقط یک سیستم تولید و مصرف نیست. جامعه یعنی حافظه تاریخی، اعتماد جمعی، ارزش‌های مشترک. وقتی شما در مدت کوتاه هزاران نفر با زبان، مذهب و فرهنگ متفاوت وارد یک جامعه می‌کنید، فقط شکاف اقتصادی ایجاد نمی‌کنید، شکاف احساسی و هویتی هم ایجاد می‌کنید. مثلا تو سوئد علیرغم سرمایه‌گذاری عظیم دولت، هنوز نرخ ترک تحصیل بین نوجوانان مهاجر بالاست. در برخی مناطق دانش آموزا حتی زبان سوئدی رو درست یاد نمیگیرن. این یعنی شکاف بین نسل‌ها، بین محله‌ها، بین مدرسه‌ها. تو بریتانیا رأی به برکزیت نشون داد که خیلی از مردم حس میکنن کشورشون داره از دستشون میره. مهاجرت بی برنامه ممکنه در کوتاه مدت به رشد کمک کنه، ولی در بلند مدت انسجام اجتماعی رو فرسایش میده. تو حرف درباره دموکراسی قابل بحثه، ولی دموکراسی واقعی انحصاری نیست، شمولگراه. تاریخ آمریکا مثال روشنیه. مهاجران ایتالیایی، ایرلندی، یهودی و آسیایی در ابتدا طرد شدند، اما بعدها جزء حیاتی از دموکراسی آمریکا شدند. امروزه سناتور، قاضی، پزشک و حتی رئیس جمهور از خانواده‌های مهاجر هستند. البته جذب فرهنگی زمان میبره، اما این ربطی به ناتوانی مهاجر نداره. به سیاست غلط میزبان مربوطه. اگه سیستم آموزشی و فرهنگی فعال باشه، مهاجران نه تنها تهدید نیستن، بلکه مدافع ارزش‌های دموکراتیک میشن، چون خودشون رنج سرکوب و دیکتاتوری رو چشیدن. مسئله ما با مهاجرت نیست، با بی‌برنامگی در جذب و مشارکته. اگه جامعه مهاجر رو کنار بزنه، اونا هم گوشه‌نشین میشن. ولی اگه بغلشون کنه، همدل میشن. تو از عدالت و انسان‌دوستی حرف میزنی، اما بیاین یه لحظه روی سیاست تمرکز کنیم. مهاجرت گسترده فقط مسئله اقتصادی یا فرهنگی نیست، یک بحران دموکراتیک هم هست. وقتی جمعیت بزرگی از افراد با زبان، تاریخ و نگاه متفاوت وارد کشوری میشن، فرایندهای تصمیمگیری هم دچار تزلزل میشن.
مثلا در برخی مناطق بلژیک یا هلند گروه‌های تازه‌وارد نه تنها در سیاست محلی نفوذ کردند، بلکه گاهی ارزش‌های دموکراتیک لیبرال مثل آزادی بیان یا حقوق زنان رو به چالش کشیدند. حتی در آلمان گزارش‌هایی از فشارهای فرهنگی در مدارس از طرف خانواده‌های مهاجر وجود داشته. ما نباید به اسم تنوع ارزش‌هایی که نسل‌ها براشون جنگیدن رو قربانی کنیم. دموکراسی نیاز به انسجام داره، نه چند پارگی فکری و فرهنگی. الان بیشتر کشورهای غربی با یک بحران جمعیتی جدی روبروان. نرخ تولد پایین اومده و جمعیت داره پیر میشه و نیروی کار هم کم شده. سازمان ملل هشدار داده که تا سال 2050 برخی کشورها مثل ایتالیا و ژاپن 1/3 جمعیتشون بالای 65 سال خواهد بود. حالا راه حل چیه؟ فقط تشویق به فرزندآوری؟ اونم که جواب نداده. مهاجرت میتونه یک پاسخ واقعی باشه. اگه افراد جوان، پر انرژی و ماهر از کشورهایی مثل ایران، افغانستان، اتیوپی یا اوکراین وارد این کشورها بشن، نه تنها کمبود نیروی کار جبران میشه، بلکه پویایی اجتماعی و نوآوری هم تقویت میشه. نمونهش آلمان با پذیرش پناهجویان سوری در برخی ایالت‌ها رشد استارتاپ‌های مهاجر محور افزایش یافت. مهاجرت اگه خوب هدایت بشه یعنی جان تازه به جامعه‌های خسته. درسته که کشورهای غربی دارن پیر میشن، ولی راه حلش وارد کردن بی‌رویه جمعیت از فرهنگ‌های کاملاً متفاوت نیست. شما نمیتونی فقط به بدن جوان نگاه کنی بدون اینکه ببینی اون بدن چه ذهنیتی، چه تجربه‌ای، چه نوع نگاه به جامعه‌ای با خودش میاره. مثلا در فرانسه بین نسل دوم مهاجرها از شمال آفریقا نرخ بیکاری و نارضایتی بالاست. این افراد نه خودشونو فرانسوی میدونن، نه از جوامع مبدأ جدا شدن. این وسط هم خودشون در بلا تکلیفی‌ان، هم جامعه میزبان در کشمکش. در ژاپن علیرغم بحران جمعیتی مهاجرت بسیار محدوده، ولی به جای اون روی تکنولوژی، آموزش زنان و سیاست‌های بلند مدت تمرکز شده. ما نمیتونیم به اسم جوانسازی جمعیت ثبات فرهنگی و اجتماعی رو قربانی کنیم. تو دغدغه‌هات واقعی‌اند، ولی نگاهت گاهی مثل اینه که ما باید از تفاوت‌ها فرار کنیم، نه اینکه باهاشون گفتگو کنیم. بله، مهاجرت چالش داره، ولی چالش یعنی فرصتی برای رشد. اروپا اگه امروز فرهنگ قوی دموکراتیک و حقوق بشر داره، به خاطر مواجهه تاریخی با ایده‌های مختلفه. وقتی جامعه بتونه مهاجر رو جذب کنه، ارزش‌های خودش رو شفافتر باز تعریف میکنه. مثل اینه که شما فقط وقتی میفهمی چقدر به آزادی بیان معتقدی که با کسی روبروشی که از فرهنگ بسته‌تری اومده. مهاجرت میتونه آینه خود ما باشه. اگر باهاش گفتگو کنیم میفهمیم چی برامون مهمه و چطوری میتونیم دنیای بازتر و عادلانه تری بسازیم. من نمیگم مهاجرت همیشه بده یا باید کامل متوقف بشه، ولی اگه بخوایم واقع بین باشیم باید بپذیریم که آزادی بدون مرز یک توهمه. هر جامعه‌ای فقط وقتی میتونه پایدار و انسانی باشه که بتونه تعادل ایجاد کنه بین کمک به دیگران و محافظت از خودش. اگه فقط در رو باز بذاریم، بی برنامه و بی توجه به پیامدها، چیزی از خود جامعه نمیمونه. مثل بدن بدون سیستم ایمنی. ما باید از مرزها مثل فیلتر استفاده کنیم، نه مثل دیوار یا در باز. تعادل یعنی نگاه انسانی ولی با حساب. سیاست مهاجرتی هوشمند یعنی کمک ولی مسئولانه.
اگه این تعادل رو از دست بدیم، هم مهاجر آسیب می‌بینه و هم میزبان. طبق ارزیابی 5 مدل هوش مصنوعی، دیدگاهی که از مهاجرت به عنوان یک حق انسانی و فرصت برای رشد جوامع دفاع می‌کرد، با اختلاف کم برنده این مناظره شد. قضاوت نهایی با شماست. امیدوارم که از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. کانال رو ساب کنید، ویدیو رو لایک کنید تا از ما حمایت کرده باشید. تا ویدیوی بعدی مراقب خودتون باشید.